شاید باورتون نشه، من داشتم قرآن رو میخوندم، در این کتاب در مورد واقعه کربلا نوشته اون کسانی رو که الله به راه کج برده توی مسلمان دیگه نمیتونی برش گردونی. یعنی چی؟ یعنی یزید رو الله به راه کج برد، اون مقصره، نه کسی دیگه ای. با خودتون صادق باشید. نه اینطوری نیست. ببینید الله متعال هیچ کسی رو بی دلیل گمراه نمیکنه، بلکه انسان اول خودش راه باطل رو انتخاب میکنه. خداوند متعال در سوره توبه میفرماید که و خداوند هرگز قومی را بعد از آن که هدایتشان کرد گمراه نمیکند مگر اینکه تمامی محرمات و گناهان رو برایشان روشن کرده باشد. یعنی اینکه اول خداوند متعال هدایت و حجت رو میفرسته. یعنی مثلا تو این قرآن الله متعال فرموده که مثلا فلان کار حرامه، فلان کار رو نکنید، فلان کار ازش دوری کنید. وقتی که انسان با اختیار خودش، با اراده خودش ردش میکنه و انکارش میکنه، الله متعال هم گمراهش میکنه. گمراهی از طرف خدا مجازات اختیار نادرست انسان هست. یعنی انسان خودش خواسته که منحرف بشه که الله متعال منحرفش کرده. به عنوان مثال الله متعال میفرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، پس هنگامی که اونها منحرف شدن الله متعال هم دلهایشان منحرف کرد. یعنی انسان اول خودش منحرف میشه، بعد الله متعال قلبش منحرف میکنه. به عنوان مثال من یک شخص مسلمانم، من با اختیار خودم اسلام رو انتخاب کردم و من با اختیار خودم میتونم مسیحی بشم و من با اختیار خودم میتونم اسلام ستیز یا آتئیست بشم. اما من الان میدونم که راه اسلام حقه. الله متعال راه حق رو به من نشون داده. وقتی که من با اختیار خودم راه اسلام رو انکار کنم، بیام سمت غیر اسلام برم راه آتئیست و کمونیست و یهودیت و مسیحیت رو برم، راه ضلالت و گمراهی رو برم، خب تقصیر خودمه. خب خودم با اختیار خودم رفتم، نه اینکه الله متعال منو به زور ببره تو اون راه. و سوما علم خدا به معنای اجبار نیست. ببینید الله متعال عالم الغیب و علم کامل به آینده رو داره و میدونه که در آینده فلان عبد و فلان عبد و فلان عبدش چه راهی رو انتخاب میکنن. برای همین از قبلش تو تقدیرش مینویسه که مثلا فلان شخص، فلان عبد من کافره، فلان عبد من مسلمانه. این به معنی اجبار نیست، این علم اجبار آور نیست. الله متعال میدونست که فلان شخص، فلان عبد یه روزی میاد و با اختیار خودش راه کفر رو در پیش میگیره و الله متعال از قبل حکمش نوشته. همین، نه اینکه الله متعال به زور یک فرد رو کافر کنه یا به زور مسلمانش کنه. ببینید ما در دین اجبار نداریم. الله متعال میفرماید و قول الحق من ربکم، شما حقو بگو. هر کسی که خواست ایمان بیاره، هر کسی هم نخواست کافر بشه و ایمان نیاره. پس در دین، در ایمان و کفر اجباری نیست. منی که مسلمانم با اختیار خودم مسلمانم، یک شخص مسیحی با اختیار خودش مسیحیه، یک شخص آتئیست که راه ضد اسلام رو در پیش گرفته با اختیار خودش رفته. مثلا یک معلم میدونه که یک دانش آموز که درس نمیخونه رد میشه. الان این علم معلم باعث نشده که فلان دانش آموز رد بشه، بلکه خود دانش آموز با اختیار خودش انتخاب کرده که درس نخونه و رد بشه. الان اینجا تقصیر معلم نیست، تقصیر خود دانش آموزه. و در آخر میگم که تو با خودت صادق باش و با تحریف آیات و دروغ‌های رنگین سعی در گمراه کردن بی آگاهان و بی اطلاعان نکن.